سلام دوستان، من نگینم، راوی داستانهای واقعی شما. امروزم مثل همیشه با یه داستان جذاب اومدم. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید و مثل همیشه کانال خودتون رو همراهی کنید. من مهتابم، متولد 69. توی یکی از شهرهای اطراف تهران توی خانواده کم جمعیت به دنیا آمدم. میخوام سرگذشت زندگیمو براتون بگم. من فرزند دوم خانواده بودم و قبل از من هم یه برادر که 7 سال ازم بزرگتر بود. بابام کارگر بود و مامانم هم آرایشگر. وضع مالیمون زیاد خوب نبود، ولی با درآمدی که مامان و بابا داشتن خوبیش این بود که دستمون جلوی کسی دراز نبود. و البته که مامانم پا به پای بابا سخت کار میکرد که توی زندگی کم نداشته باشیم. برادرم که همیشه دنبال رفیق بازیش بود و خیلی زود درس و کنار گذاشت. تازگی‌ها با یکی از دوستاش مغازه موبایل فروشی زده بودن و زیاد خونه نمیومد. منم همیشه خونه تنها بودم. تابستونم شده بود و خیلی حوصله‌ام سر میرفت. ولی اهل دوست و رفیق بازی نبودم. مامانم هم که بهم میگفت بیا توی آرایشگاه کمکم، از زیر کار شونه خالی میکردم. چون حوصله حرفای خاله زنک بازی توی آرایشگاه رو نداشتم. روزامو یا پای تلویزیون یا با کارهای خونه میگذروندم تا اینکه با یه اتفاق کل زندگیم تغییر کرد. خونمون توی یکی از محله‌های خوب بود. چون بابام تک فرزند بود، این خونه از بابا بزرگم بهش ارث رسیده بود. همه تقریباً وضع مالیشون خوب بود. فقط ما بودیم که بین همسایه‌ها از دار دنیا همون یه خونه رو داشتیم. خلاصه که یه روز یه همسایه جدید به محلمون اضافه شد. همسایه قدیمیمون از شهرمون رفتن و خونه رو به آقای کیانی اینا فروختن. اینا رو از مامانم میشنیدم که همش از همین آرایشگاه رفتن و حرفای خاله زنکی سرچشمه میگرفت. یه روز که از بیکاری دم در رو داشتم جارو میزدم، یه ماشین روبروی خونه آقای کیانی اینا پارک کرد. پشت بندش یه پسر خوشگل و خوشتیپ پیاده شد. منم که جارو به دست هاج و باج ایستاده بودم و نگاه میکردم. واقعا پسر خوشتیپی بود. چارشونه بود و قیافه واقعا جذابی داشت. هیچ وقت دختر هیزی نبودم، ولی الان نمیدونم چم شده بود. حتی پسری خیلی قشنگی توی محلمون داشتیم و من نگاهشونم نمیکردم. خلاصه چند روزی گذشت و دیگه از خونه بیرون نرفتم، ولی قیافه پسر از ذهنم بیرون نمیرفت. مدام میومد جلوی چشمم، مثل دیوونه‌ها شده بودم. یه شب که داشتیم شام میخوردیم، مامان شروع کرد با بابا حرف زدن که همسایه روبرویمون آقای کیانی اینا تازه اومدن تو محلمون و خیلی خانواده خوبیان. مثل این که خانم کیانی که مامان اسمشو طاهره میگفت مشتری آرایشگاه شده. آقا آرایشگاه مامان سر کوچمون بود. مامان گفت طاهره خانومم 2 بچه داره، یه پسر و یه دختر که همسن منه و از منم خواست که با دخترش دوست بشم. ولی من خودم رو به بیخیالی زدم تا اینکه فردای اون روز زنگ خونمون رو زدن. رفتم و در رو باز کردم. یه دختره بود که زیادی قیافش شبیه پسر خوشتیپه بود. حد زدم که خواهر اون فکول خوشتیپه باشه. به هم سلام کردیم و تعارفش کردم بیاد تو، که اونم سریع قبول کرد و اومد داخل. حیاطمون کوچیک بود و دور تا دورش باغچه بود و گوشه حیاط زیر یکی از درخت‌ها یه تخت بود که دختره ازم خواست روی همون تخت بشینیم. دختر ریزه میزه و خوشگلی بود. کنارش روی تخت نشستم. خودشو معرفی کرد و اسم منم پرسید. اسمش سارا بود. میگفت که مادرش رفته پیش مامان و قراره که پیشش کار کنه. آخه اونم کمی آرایشگری بلد بود و مامان ازش خواسته بود که کنار دستش باشه. اون روز تا شب با سارا بودیم و از اون روز به بعد با هم دوست شدیم. منی که از رفیق بازی خوشم نمیومد، واقعا از اخلاق سارا خوشم اومده بود. به این فکر میکردم که چقدر خوبه آدم یه دوست داشته باشه، هم برای حرف زدن هم بیرون رفتن. خلاصه که بیشتر اوقاتمون رو با هم میگذروندیم. بیشتر اون میومد خونمون، ولی ازم خواست که منم برم خونه‌شون. ساعت 4 بعد از ظهر بود که مامان رفت آرایشگاه. میدونست که میخوام برم خونه طاهره خانم اینا. شلواری یخیمو با مانتو و شال مشکیم پوشیدم و کمی آرایش کردم. نمیدونم چرا انقدر استرس و هیجان داشتم. انگار که میخواستم برم دیدن دوست پسرم. جلوی آینه ایستادم. قیافم به مامانم رفته بود. پوست سفید و چشمای سبز رنگو کشیده، با دماغ و لبای کوچیک. از قیافم خیلی راضی بودم و همه ازم تعریف میکردن. اینم بگم که کم خواستگار نداشتم، هم از فامیل و هم از دوست و هم محلی. ولی مامان اینا قصد شوهر دادن منو نداشتن. مامان همیشه میگفت باید درستو بخونی و برای خودت کاری بشی. نمیذارم زود ازدواج کنی. بعد از اینکه آماده شدم، دمپایامو که با سارا خریده بودیم و پوشیدم و از خونه زدم بیرون. خوشبختانه ماشین آووش برادر سارا دم در نبود و این نشون میداد که خونه نیست و من راحت تر بودم. روبروی درشون ایستادم و آیفونو زدم. محکم بغلم کرد و صورتمو بوسید. تو همین مدت کم دوستای خیلی صمیمی شده بودیم. تعارفم کرد که برم تو. خونهشون کوچیک بود، ولی وسایل شیکشون خونه رو خیلی زیبا کرده بود.
از سارا شنیده بودم پدرش فرش فروشی داشت و برادرش هم پیش پدرش کار میکرد. حالا از خونه‌شون مشخص بود که اوضاع مالیشون خوبه. از اینکه رفته بودم خونه‌شون کلی ذوق کرده بودم. وقتی شربتامونو خوردیم همه جای خونه‌شون رو نشونم داد، به جز اتاق آوش. میگفت رفتن داخلش برای هممون ممنوعه. مگه چی تو اتاقش داشت؟ اتاق سارا خیلی قشنگ بود. همونجا توی اتاقش نشسته بودیم و گرم صحبت کردن بودیم. گذر زمان رو اصلا حس نکردیم. مانتو و شالمو درآورده بودم و کف اتاق دراز کشیده بودیم. داشتیم حرف میزدیم که در اتاق با شتاب باز شد. هر دومون از ترس جیغی کشیدیم و سر جامون نشستیم. از عصبانیت نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. از جام بلند شدم و بدون اینکه به موقعیتم یا اینکه با کی دارم اینجوری حرف میزنم روبروی آوش ایستادم و سرش داد زدم: چرا عین گاو میای تو حیوان؟ در زدن بلد نیستی؟ هر دومون رو سکته دادی، شورت کجا رفته آخه؟ دهنم رو باز کرده بودم و همینجور پشت سر هم بارش میکردم. اونم یه تای ابروش رو بالا داده بود و در حالی که حس میکردم دوست داره خفم کنه بهم زل زده بود، تا اینکه با سیلی که توی صورتم خورد دستم رو روش گذاشتم و خفه شدم. اون منو زد. صدای آه سارا اومد و پشت بندش در حالی که با آوش بد و بیراه میگفت به سمتم اومد و دستش رو دورم حلقه کرد. با نفرت بهش چشم دوخته بودم. انگشت اشارهش رو جلوم گرفت و از لابلای دندوناش گفت: بهت نشون میدم که با کی انقدر بد حرف زدی. صبر کن و ببین از این حرف زدنت پشیمونت میکنم یا نه. اون شب متوجه حرفاش نشدم چون اصلا توی حال خودم نبودم. وقتی برگشتم خونه و مانتومو درآوردم فهمیدم با تاپی که همه جای سینم بیرون بوده جلوش ایستاده بودم. سارا قسمم داد که با مامانینا هیچی نگم و منم به خاطر سارا چیزی نگفتم، ولی ازش خواستم که دیگه اون بیاد خونمون، چون از اون پسری ایکپیری که تا قبل از اون شب برام یه شاهزاده بود اصلا خوشم نمی اومد. چند روزی گذشت و دیگه ندیده بودمش، تا اینکه یه روز مامان زود اومد خونه و گفت مشتری نداشتم. شامو خودش آماده کرد و حتی برام چای آورد. کلی با هم حرف زد، مخصوصا از اخلاق طاهر خانم. آخرم رفت سر اصل مطلب که اونم این بود که منو برای پسرش خواستگاری کرده. از شنیدن حرف مامان بلند شدم و داد زدم: من با این الدنگ ازدواج نمی‌کنم. انقدر عصبی شده بودم که نزدیک بود همه چیزو لو بدم. مامان با چشمای ریز شده نگاه می‌کرد. حقم داشت. پسری که حتی مامانم نمیشناختش حالا من داشتم اینجوری بهش فحش میدادم. سعی کردم خودم رو جمع جور کنم تا بیشتر از این کار دست خودم ندم. برای همین گفتم: آخه مامانی، مگه تو خودت نمیگفتی میخوام درس بخونی یه کاری بشی؟ خواستگار که میومد قوقا میکردی. حالا داری راحت میگی خواستگاری کرده؟ واقعا دیوونه شدی. حالا هم دیگه تنها نیستی بگم تنهایی زده به سرت. آخه دختر این حرکات چی از خودت نشون میدی؟ زشته، 15 سالته. بذار من حرف بزنم بعد با جیغ بپر وسط حرف من. با خجالت ازش عذرخواهی کردم. حقم داشت. مامان دیگه با هم حرف نزد تا وقتی که بابا و دانیال اومدن و موضوع رو بهشون گفت. بابام اول گفت که این دختر هنوز بچه است، ولی دانیال مخالفت کرد که چرا شوهرم نمیدن و من اون لحظه دوست داشتم تک تک موهاشو از جا بکنم. شاید اگر قبل از اینکه اون سیلی رو نوش جون کنم ذوق مرگ میشدم، ولی الان حتی فکر کردن به اینکه بخوام زن اون کروکودیل بشم واقعا برام عذاب آور بود. من مخالف بودم و بابا هم حالا راضی بود. از فردای اون روز سارا میومد خونمون رو با هم حرف میزد. با شنیدن حرفای سارا قبول کردم که منم مقصر بودم. درسته اون اشتباه کرد و بدون در زدن اومد تو، ولی سارا میگه برای اینکه سر به سرم بذاره همیشه همینجوری میاد تو اتاقم و اون شبم نمیدونسته که من توی اتاقم. با این حال هنوزم ازش دلخور بودم. باورم نمیشد آوش بعد از اون حرفا بخواد ازم خواستگاری کنه. چرا میخواست با من ازدواج کنه؟ همش این فکرها توی سرم رژه میرفت. وقتی به سارا گفتم گفت آوش دوست داره. خلاصه که بعد از کلی حرف زدن با سارا و تعریف‌های مامان از طاهر خانومینا کینه‌ها رو کنار گذاشتم. اجازه دادم که بیان برای خواستگاری. شب خواستگاری مامان از صبح آرایشگاه نرفت. موند خونه که کارا رو با هم انجام بدیم. عصر با سارا رفتیم توی اتاقم که آماده بشم. به سلیقه اون یه دست لباس سفید و سبز رنگ پوشیدم. خیلی بهم میومد. کمی آرایش کردم و یه شال سبز رنگم سرم کردم. سارا وقتی از همه چیز خیالش راحت شد رفت خونهشون که خودش هم آماده بشه. 1 ساعتی گذشت تا اینکه مهمونا اومدن. عجیب بود که سارا همراهشون نبود. اون که اینقدر ذوق داشت و رفته بود آماده بشه چرا نیومده بود؟ با دیدن آوش یاد روزی افتادم که دم در مثل ندیده ها نگاش میکردم. امشبم مثل همون روز شده بودم. واقعا خوشتیپ شده بود. جلو اومد و به هم سلام کرد. دست گل دستم داد و لب زد: الان درسته قورت هم میدی، چشاتو جمع کن. با خجالت نگاهی به اطرافم انداختم. مامانینا حواسشون به ما نبود و داشتن مینشستن روی مبلا. آقای کیانی با بابا درباره بازار حرف میزدن.
طاهره خانومم با مامان پشت سر مشتریاشون حرف می‌زدن. این وسط من و آوش بودیم که بدون حرف زیر چشمی همدیگر رو نگاه می‌کردیم. البته که اون مستقیم خیره من شده بود. این من بودم که زیر چشمی نگاش می‌کردم. دیگه داشتم کلافه می‌شدم. انگار نه انگار که مراسم خواستگاری بود. مثل اینکه آوش هم مثل من کلافه شده بود. چون رو به پدرش گفت بابا بهتر نیست بریم سر اصل مطلب. آقای کیانی کمی سر جاش جابجا شد و خنده ریزی کرد و گفت انقدر گرم صحبت شدیم که یادمون رفت واسه چی اومدیم اینجا. خب بهتره که بریم سر اصل مطلب. دیگه توی این مدت باید ما رو شناخته باشین. آوشم که دیگه با اخلاقش کاملا آشنایی داریم. توی مغازه پیش خودم کار میکنه و از خودش هم خونه داره. یعنی از نظر مالی خودش تامینه. اخلاقش هم که تعریف نکنم. یه پارچه آغاز. توی دلم گفتم آره ندیدی چجوری سیلی میزنه. بعد از اینکه صحبتشون تموم شد از بابا خواست که بریم و با هم حرف بزنیم. ما هم با اجازه بابا بلند شدیم و رفتیم توی حیاط روی همون تخت نشستیم. به بحث نشستن لب باز کردم و گفتم واسه چی اومدی خواستگاری؟ لبخندی زد و گفت به نظرت واسه چی میان خواستگاری؟ نگو که عاشقمی، اصلا باورم نمیشه. هنوز جای سیلی که بهم زدی درد میکنه. خیره شد به چشمام. چقدر نگاهش جذاب بود. از نگاه خیرش روی خودم حالم دگرگون شد. خدایا آخه چرا انقدر اینو زیبا آفریدی؟ لبخند کجی زد که نگاهم از چشماش کشیده شد روی چال گونش. وای خدا، اینم مثل سارا چال گونه داشت. من عاشق چال گونه بودم. همیشه وقتی سارا میخندید انگشتمو فرو میکردم توی چالش. لپمو کشید و با صدای مردونش گفت الهی قربونت برم. ببخش به خاطر اون روز. من نمیدونستم که تو اونجایی. بعدش هم مقصر خودت بودی. من تا حالا کسی اونجوری سرم داد نزده بود. عصبی شدم، نفهمیدم چی کار کردم. منو میبخشی؟ به من گفت قربونت برم. آروم سرمو بالا پایین کردم. مگه میشد نبخشمش؟ شروع کرد حرف زدن از خودش. گفت که 25 سالشه. از خونه و کار و بارش گفت. من تموم مدت خیره بودم توی صورتش. بدون حرف. حتی نه شرطی گذاشتم نه حرفی زدم. تنها چیزی که میخواستم رسیدن به آوش بود و اینکه چقدر برام شیرین بود. برام قابل باور نبود که بخوام به آوش برسم. آوش اومد دنبالم و با هم رفتیم آزمایش خون و بعد هم رفتیم خرید. بابا کمی پول بهم داده بود. دانیالم که صبح میخواست بره مغازه بهم پول داد. شب خواستگاری چون مغازه بود نتونست بیاد. قبلا آوش رو دیده بود. ولی صبح که میخواستیم برای آزمایش بریم دیدش و چقدرم ازش خوشش اومده بود. با هم خیلی گرم رفتار کردن. از حق نگذریم آوشینا خیلی مردمدار و مهربون بودن. توی فکرم بود که بعد از ازدواج من و آوش سارا رو برای دانیال خواستگاری کنم. وقتی رفتیم خرید دست تو دست آوش توی پاساژها راه میرفتیم و آوش همه چیز البته که به سلیقه خودش برام خرید. ولی هرچی اصرار کردم فقط یه حلقه برای خودش برداشت و گفت من کلی لباس دارم و چیزی نمیخوام. میدونستم که میخواست ملاحظه ما رو کنه و چقدر این کارش برام شیرین بود. چقدر من فکر میکردم که این مرد میتونه فهمیده باشه. ذوقم چند برابر شده بود و نمیدونستم که چی در انتظارمه. روز عقدمون رسید. مامان خودش اصلاح و آرایشم کرد و یه دست لباس سفید که آوش برام خریده بود پوشیدم. با اصلاحی که کرده بودم صورتم بازتر و زیباتر شده بود. آرایش بیشتر به صورتم مینشست. سارا از همه بیشتر ذوق کرده بود. از خوشحالی نمیدونه چی کار بکنه. مامان و طاهره خانم صورتمو بوسیدن. هممون رفتیم محضر ولی مامانم نیومد. میگفتن شگون نداره مادر عروس سر سفره عقد باشه. عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد. مهریم و شب خواستگاری بابا و آقای کیانی تعیین کردن. 50 تا سکه و 20 میلیون پول و باقی چیزهایی که برای مهر میگرفتن. بعد از بار 4 من بله رو گفتم و بعد هم آوش بله رو داد. همه شروع کردن به دست زدن. آوش پیشونیمو بوسید و حلقه‌های عقدمون رو دستمون کردیم. روز عقد بهترین روز زندگیم بود و آخرین روز خوشحالی و خوشیم. فردای روزی که عقد کردیم رفتم خونه آوشینا. طاهره خانم و مامان آرایشگاه نرفته بودن. طاهره خانم برام نهار پخته بود و گفت که برم اونجا. آوش توی اتاقش خواب بود. رفتم و برای اینکه بیدار نشه در اتاقش رو باز کردم و آروم رفتم تو. با چشمای خوابالودش نگام کرد و با اخم گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ با شنیدن حرفش لبخندم محو شد و با تعجب گفتم ببخشید که اومدم شوهرمو ببینم. چشم ازم گرفت و خوابید و پتو رو کشید روی سرش و گفت برو بیرون. یعنی چی؟ با صدای دادش از جا پریدم که گفت گم شو بیرون. طاهره خانم و سارا از صدای داد و آوش فهمیدن که یه چیزی شده. اومدم دهن باز کنم که آوش از اتاقش اومد بیرون. هنوزم اخم داشت. در حالی که میومد سمتم گفت بهت یاد ندادن مثل گاو سرتو نندازی پایین و نیای تو اتاق؟
انقدر بیشعوری؟ تویی که از شعور حرف میزدی پس کو شعورت؟ وای خدایا باورم نمیشد. خواسته اون روز رو تلافی کنه. از جام بلند شدم و با عصبانیت گفتم فکرشو نمی‌کردم انقدر عقده‌ای باشی. گفتم و خواستم از کنارش رد بشم که بازومو محکم گرفت و از لابلای دندوناش قرید. کجا؟ با نفرت نگاش کردم و گفتم هر جایی که توی عوضی نباشی. به سمت مبل هولم داد. نتونستم خودم رو کنترل کنم و پخش شدم روی مبل. سارا جیغ خفه‌ای کشید و طاهر خانم صورتشو چنگ زد. به سمت آووش رفت و گفت خدا مرگم بده آووش تو چته؟ این دختر رو یه روزه که عقد کردی، این چه رفتاریه؟ برگشت و به مادرش گفت شما دخالت نکن مامان. در حالی که به سمت سرویس بهداشتی میرفت گفت از اینجا تکون نمیخوری مهتاب. وقتی رفت از جام بلند شدم برم که طاهر خانم جلومو گرفت و گفت مهتاب مادر اگر بری عصبی میشه. بمون و هیچی نگو. آووش اینجور پسری نیست، نمیدونم الان چشه. بدون اینکه جوابشو بدم و بدون توجه به صدا زدنهای سارا از خونشون زدم بیرون. حتی خونه خودمونم نرفتم. وقتی به خودم اومدم هوا تاریک شده بود و من توی پارک نشسته بودم. از جام بلند شدم و به سمت خونمون راه افتادم. مطمئن بودم الان همه جا رو دنبالم گشتن. وقتی رسیدم سر کوچمون آووشو دیدم که با دانیال دم در نشستن. از استرس دستام شروع کرد به لرزیدن. مطمئن بودم که جفتشون منو میکشن. از همینجا اخمی که داشت و عصبانیتشو میتونستم ببینم. هر دوشون خیلی بد به هم نگاه میکردن. سلام آرومی کردم که آووی سیلی محکمی توی صورتم زد. چونم از بغض لرزید. با صدای لرزون گفتم داداش هیچی بهش نمیگی؟ حرفم که تموم شد آووش بازومو محکم گرفت و به سمت ماشینش منو برد. درو باز کرد و منو پرت کرد توی ماشین و خودش هم سوار شد. تمام مدت دانیال نگاه میکرد و من از ترس داشتم سکته میکردم و فقط گریه میکردم. اونم ساکت بود. تنها صدای نفسای عصبی و بلندش بود که سکوت ماشین رو میشکست. انقدر دستشو دور فرمون فشار داده بود که به سفیدی میزد. جلوی یه ساختمون نگه داشت. خودش پیاده شد و به منم گفت پیاده شو. مگه جرأت داشتم به حرفش گوش ندم. برگشتم سمتش. نمیدونستم میخواد چی کار کنه. خیلی کلافه بودم. با اینکه بغض داشتم ولی نفس عمیقی کشیدم تا کمی از لرزش صدام کم بشه و گفتم میخوای چی کار کنی؟ این مسخره بازی ها چیه در میاری؟ ما یه روز عقد کردیم داری این کارا رو با هم میکنی. میشه بدونم چه مرگته؟ اصلا میدونی چیه؟ من اشتباه کردم باهات ازدواج کردم و گول خوردم. الانم بهتره بریم و طلاقمو بدی. خنده پرهرسی کرد و گوشه لبش رو به دندون گرفت و گفت بهتره دختر خوبی باشی مهتاب، وگرنه کاری که میخوامو به زور انجام میدم. حالا هم برو توی اتاق. آب دهنم قورت دادم و با التماس نگاش کردم. آووش خواهش میکنم بذار برم. این کارا چیه؟ مثلا من زنتم، مگه دوست دخترتم که اینجوری با هم رفتار میکنی؟ آروم به سمتم اومد. لبه تخت نشسته بودم. خم شد به سمتم و منم باهاش عقب میرفتم تا جایی که کامل روی تخت خوابیدم. اشکام از گوشه چشمم بیرون اومد. آروم و زیر لب میگفتم بذار برم. فکرشو نمیکرد همچین حرفی بزنم. شروع کرد به در آوردن لباسام. با لبای زیر گلومو میبوسید. میون گریه هام بدنم داغ شده بود. دیگه حالا منم همراهیش میکردم. وقتی دید منم میبوسمش بیشتر داغ شد و من اجازه دادم دخترونگیمو بگیره. اون شب به این فکر نکردم که من تازه یه روز با آووش عقد کردم. آووشی که انقدر بد اخلاق بود. نمیگم ازش لذت نبرده بودم. منم لذت برده بودم. ولی تموم زندگیم، آینده و جوونیمو به همین یه لذت با آووش باختم. 2 آب میوه توی لیوان ریخت و برام آورد کنارم نشست و گفت چرا اخمات تو همه؟ بابا تو زن منی، از چی ناراحتی؟ بعد اینقدر لذت بردی؟ مهتاب بهتر از امشب همینجا بمونیم. من نه جهیزیه میخوام نه چیزی. خونمو که میبینی کامله. خوشم نمیاد تو اونجا باشی و من یه جای دیگه. هیچ چیزی برای گفتن نداشتم. انگار که تموم کلمه ها توی ذهنم مرده بود. دلم میخواست داد بزنم. خودمم نمیفهمیدم چی شد که به اینجا رسیدم. منی که به بودن با آووش شک داشتم، اون داشت از عروسی فوری حرف میزد. مگه میشد؟ مگه همین دیروز ما عقد نکرده بودیم؟ حتی زنای بیوه هم اینجوری نبودن. یعنی من ارزشم انقدر کم بود؟ مقصر خودم بودم. فقط خودم. صبح که بیدار شدم کنارم خواب بود. بدون هیچ سر و صدایی لباسامو پوشیدم. از خونش رفتم بیرون. محلشون خیلی برام عجیب بود. کمی پیاده رفتم تا تونستم یه تاکسی پیدا کنم و برگردم خونه. به محض رسیدنم به خونه سریع رفتم و نون و پنیر خوردم. اون لحظه خوشمزه ترین و لذیذ ترین غذا برامون بود. دانیال روی مبلا خوابش برده بود. نمیدونم آدمای اطرافم عوض شده بودن یا من زیادی گنگ بودم.
آخه دانیال هیچ وقت توی حال نمیخوابید، اونم با این وضعیت. گوشیش توی دستش بود و از مبل آویزون شده بود. جلو رفتم، پتو رو کشیدم روش و گوشیشو آروم از دستش گرفتم. صفحش روشن شد. روی صفحش اسم آووش رو دیدم که براش پیام داده بود. اولش مشخص بود که نوشته بود دانیال جورش کردم. چون گوشیش رمز داشت باقی پیامو نتونستم بخونم. برام عجیب بود که کی اینا با هم صمیمی شدن یا شماره به هم دادن که من نفهمیدم. گاهی واقعا آفرین میگفتم به این خانواده صمیمی که داشتم. 2 روز بود من توی خونه گریه میکردم و ناراحت بودم. اصلا برای هیچکی مهم نبود. مامان که به چشمای قرمزم نگاه میکرد و از کنارم رد میشد. مطمئن بودم از دعوای بینمون یا دانیال یا طاهر خانوم بهشون یه چیزی گفته. چقدر واسهشون بی ارزش بودم. تازه فهمیدم که اگر ارزش داشتم صبح تا شب تو خونه تنهام نمیذاشتن. شب شد و لبه تخت نشسته بودم. مامان و بابا هم توی خونه بودن. زنگ خونمون رو زدن و من رفتم در رو باز کردم. آووش بود. اومد تو بدون اینکه تعارفش کنم. سلام نکردم که در رو بست و گفت زبونتو موش خورده؟ با دلخوری نگاش کردم. نمیدونم از نگاهم چی دید که جلوتر اومد و با صدای آرومتری گفت همینجوری میذاری میری دیگه؟ مگه تو زن من نیستی؟ مگه دوست دخترم بودی که سر و صبحی ول کردی رفتی؟ نگو که ازم دلخوری، که اگه خوابیدم پیش زنم خوابیدم و گناهی هم نکردم. این لوسبازی ها چی از خودت در میاری مهتاب؟ تو دیگه واسه خودت خانومی شدی، بچه که نیستی خانومم. نگام روی لبخندش بود. یعنی واقعا راست میگفت؟ حق با اون بود؟ اصلا چرا من نمیتونستم یه تصمیم درست حسابی واسه زندگیم بگیرم؟ چرا به این فکر نکرده بودم که من نمیتونم برای یه زندگی تصمیم بگیرم؟ تا خواستم حرف بزنم بابام اومد توی حیاط و با آووش سلام احوال پرسی گرمی کرد. آووش نشست کنار پدر و مادرم و گفت راستش من اومدم درباره یه موضوعی باهاتون حرف بزنم. بابا کمی سر جاش جابجا شد و گفت خیر باشه پسرم. میدونم که تازه چند روز عقد کردیم ولی من میخوام عروسی کنم. مامان پشت دستی زد و گفت وا پسرم، من که هنوز جهاز جور نکردم. بعدش هم مردم چی میگن؟ اصلا 4 روز برین بگردین خوش باشین نامزد بازی کنین، اینجوری که فایده نداره. آووش سری تکون داد و گفت مادر جون من جهاز نمیخوام. مهتاب خونمو دیده، اصلا نیازی به وسیله نیست. نمیخوام شما تو زحمت بیافتین. دیگه بهتره که بریم سر زندگیمون. من که خونمو دارم، نمیخوام از مهتابم یه ثانیه دور بمونم. حرف مردمم برام مهم نیست. بابا اینا با شنیدن حرفاش قبول کردن و بابا گفت خیلی خوب، اگر اینجوری میخوای ما هم حرفی نداریم. فقط کی میخواین برین؟ یعنی عروسی هم نمیگیرین؟ نه پدر جون، اگر اجازه بدی همین امشب مهتابو میبرم. با چشمای گشاد شده به دهن بابا نگاه میکردم که با لبخند باشه‌ای گفت. فکرشو نمیکردم به این راحتی اجازه بدن. مگه همین یه دونه دختر رو نداشتن؟ یعنی اونا هیچ آرزویی برای من نداشتن؟ یعنی انقدر ساده میخواستن منو رد کنن خونه بخت؟ از اینکه هیچ کس هیچ نظری ازم نمیخواست دلم گرفت. نمیدونستم حتی به مادرش اینا گفته یا نه. وقتی رفتم بیرون دانیالم اومده بود. سلامش کردم که جوابمو داد. آووش کنارش نشسته بود. چمدونمو گذاشته بود کنار در. مامان نگاهی بهم کرد و گفت شام بخورین و بعد برین. اونم ناراحت بود، از چهرهش مشخص بود. به بابام نگاه کردم که اونم کمی از مامان نداشت. واقعا باید باور میکردم که ناراحتن. مامان بلند شد و گفت بیا بریم تو آشپزخونه شامو بیاریم. وقتی رفتیم برگشت و بهم گفت مهتاب مادر، فکر نکن ما میخوایم اینجوری بدون هیچی شوهرت بدیم بری. وقتی شوهرت اینجوری خواسته هرچی ما مخالفت کنیم فایده نداره. ما وظیفمونه که به تو جهیزیه بدیم. مطمئن باش پولشو جمع میکنیم و بهت میدیم. مادر جون یه وقت ناراحت نباشی یا حتما مصلحت و خواست خدا بوده. گفتم من جهیزیه یا پول نمیخوام، ولی اگرم مخالفت میکردین حق داشتین، چون پدر و مادرم بودین، چون یه دختر بیشتر نداشتین ولی شما ساکت موندین. دروغ نمیگم که خودمم آواشو میخواستم، ولی شما هم عجله کردین. من سنی ندارم. حداقل شما اگه میگفتین نه منم هیچی نمیگفتم. حالا هم بهتره بحث این چیزا رو نکنیم. میبینی که آخرین شبیه که دختر این خونم. دارم از پیشتون میرم. شامو با بغض میخوردم. خیلی جلوی خودمو گرفته بودم که گریه نکنم. بابا و مامان ساکت بودن و دانیال و آووش حرف میزدن و بلند بلند میخندیدن. هر کاری میکردم نمیتونستم ناراحتیمو پنهون کنم. شامو خوردیم و مامان نذاشت که کمکش کنم. بابا اینقدر غرق فکر بود که اصلا حواسش به اطراف نبود. اصلا فکرشو نمیکردم انقدر ناراحت بشه. پس چرا راحت لبخند زد و قبول کرد؟ چرا الان ناراحت شده؟ رو به آووش که سرش تو گوشی دانیال بود و نمیدونم دانیال چی نشونش میداد گفتم
بهتره که بریم. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. هر دو ساکت بودیم و تنها. صدای آهنگ بود که سکوت اتاقو میشکست. دستمو دراز کردم و صدای آهنگو زیاد کردم. سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و شروع کردم به گریه کردن. رفتیم خونه. چمدونو برد تو همون اتاقی که با هم خوابیدیم. بهم گفت اینم اتاقمون. لباساتو بذار تو کمد کنار لباسای من. سری تکون دادم و رفتم تو اتاق. حوصله هیچی رو نداشتم. دلم یه خواب طولانی میخواست. یه خواب که وقتی بیدار شدم هیچ کدوم از این اتفاقات برام نیفتاده باشه. روزها میگذشت و من از زندگیم خیلی راضی بودم. آووش میرفت مغازه و خودم غذا درست میکردم و به کارهای خونه میرسیدم. رفتارش با هم خوب شده بود. گاهی بد اخلاقی میکرد و گیر میداد، مثلا سر لباس پوشیدنم. گاهی وقتی میرفتیم بیرون و یه جا پسر نشسته بود نمیذاش بشینم. تنهایی هم نمیذاش بیرون برم. میگفت هر کاری داشتی یا به من زنگ بزن یا به دانیال. گاهی هم سر وقت گوشیم میرفت و همه رو چک میکرد. ولی من به این فکر میکردم که غیرتیه. دانیال خیلی میومد خونمون، مخصوصا شبا. میومد و با آووش قلیون میکشیدن و مشروب میخوردن و میخندیدن. منم کاری به کارشون نداشتم. از اینکه برادرم میومد خونمون خوشحال بودم و این خوشحالیم زیاد دوام نداشت. یه روز آووش که اومد خونه خیلی ناراحت بود. انقدر که منم ترسیده بودم. دستمو گرفت و گفت مهتاب قول بده آروم باشی. ببین بابات حالش بده. تا این حرفو شنیدم دنیا رو سرم آوار شد. با چشای گشاد شده گفتم یعنی چی شده؟ آووش گریه کرد و گفت تسلیت میگم. اینقدر جیغ زدم و به سر و صورتم چنگ زدم که به زور جلومو گرفته بود. باورم نمیشد بابا مرده باشه. تا اینکه رفتم و مامانینا رو دیدم که خودشونو میزدن. بابای خوبم که آزارش به هیچ کسی نمیرسید سر کار سکته کرده بود. بعد از بابا حال و زندگی هممون عوض شد. هممون افسرده و عصبی شده بودیم. مامان در آرایشگاه رو بست و از خونه بیرون نمیومد. دانیال شبا میومد خونه ما و انقدر مشروب میخوردن که شب همونجا خوابشون میبرد. منم انقدر گوشه‌گیر شده بودم که توجهی به هیچ کدوم از اینا نداشتم. ولی یه چیزی بین این همه غم بیشتر عذابم میداد و اون دور شدن آووش ازم بود. 2-3 روز اولی که بابا مرده بود خیلی هوامو داشت، ولی دیگه کم کم ازم دور شد. زیاد سمتم نمی اومد. خیلی سرش تو گوشیش بود و بیشتر اوقاتشو با دانیال بود. خیلی دیر خونه می اومد و حتی گاهی هم شبا خونه نمی اومد و میگفت برو خونه مامان تینا. خیلی بهش مشکوک شده بودم تا اینکه یه بار وقتی داشت رمز گوشیشو میزد یواشکی دیدم. شبش که رفت حموم رفتم سر گوشیش. دستام میلرزید. 2 بار رمزو زدم تا بار 3 باز شد. واسش پیام اومده بود. رفتم تو پیامای تلگرامش. از دانیال بود. بازش کردم یه عکس واسش فرستاده بود. وقتی دیدم چشمام سیاهی رفت. دانیال با 2 تا دختر روی تخت. جفت دخترها لخت با لباس زیر و خیلی لوند بودن. با پیامی که داد حالم بدتر شد. نوشته بود آووش مهتابو بپیچون بیا ببین چی بلند کردم. اومدم خونه سر راه هم یه چیزی بخر بیا هیچی نداریم. زیاد معطلش نکنی فقط. هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم. آخه برادر من چطور میتونست همچین کاری با زندگی من بکنه؟ چطور میتونست کاری کنه که شوهرم بهم خیانت کنه؟ در همون باز شد و آووش اومد بیرون. به چه حقی رفتی سر گوشی من کثافت؟ باورم نمیشد بخواد این رفتار رو بکنه. اینقدر عصبی شدم که تموم بدنم میلرزید. به سمتم هجوم آورد و گوشی رو گرفت و محکم کوبید زمین. اول به گوشیم که صفحش خورد شده بود و بعد به آووش نگاه کردم و با نفرت گفتم حالم ازت به هم میخوره. حالم از جفتتون به هم میخوره. بدون اینکه چیزی بگم رفتم تو اتاق. لباسامو پوشیدم و اومدم بیرون و روی مبل نشستم. گوشیمو برداشتم و از خونه زدم بیرون. اینقدر راه رفتم که وقتی به خودم اومدم جلوی مغازه دانیال بودم. یه مشتری توی مغازه بود. دوست دانیال شاهین تا چشمش به من افتاد با تعجب نگاهم کرد و سلام زیر لبی گفت. روی صندلی کوچیکی گوشه مغازه بود نشستم. اومد سراغم و گفت مهتاب خانم خیر باشه. این چه حال و روزیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ شاهین گوشی رو ازم گرفت و با تعجب گفت درستش میکنم. فقط بگو ببینم چی شده. دانیال کجاست؟ بعد از فوت بابات خیلی کم میاد مغازه. همش میپیچونه. امشبم که تو با یادآوری این که دانیال چیکار کرده دوباره اشک مهمون صورتم شد. دلم میخواست با یکی درد و دل کنم. همه چیزو براش تعریف کردم با گریه. تموم مدت توی سکوت به حرفام گوش کرد. وقتی حرفام تموم شد دستمو توی دستاش گرفت. بهش نگاه کردم و پشت دستمو با انگشتش نوازش کرد و به چشمام خیره شد و گفت من همه این چیزایی که گفتی رو میدونستم. راستش از همه گندکاریای دانیال خبر دارم. وقتی شنیدم با شوهرت از این کارا میکنن خیلی عصبی شدم. بهشم گفتم ولی بهم گفت تو دخالت نکن. حتی باباتم میدونست.
یعنی با آوش و یه دختره تو ماشین دیده بودشون و از قصه دق کرد و مرد. نمیدونم واقعا چی بگم. برام قابل باور نبود. یعنی بابا هم میدونسته؟ با گریه گفتم چطور دانیال میتونه این کارا رو بکنه آخه؟ چطور افتاده تو زندگی من؟ شاهین سری تکون داد و گفت حق داری هر فکری کنی، ولی بهتره بدونی که دانیالم تقصیری نداره. شوهرته که اونو به این راه کشونده. اصلا تو میدونی شوهرت چی کار است و داری باهاش زندگی میکنی؟ نمیدونستم چی داره میگه، منظورش چیه. شوهرت ساقیه. میترسم مهتاب، از روزی میترسم که دانیالو بکشه تو این راه. تو کی دیده بودی دانیال مشروب بخوره؟ رفیق بازی میکرد ولی نه مشروب خوری و دختر بازی. من نمیدونم تو چطوری به این پسر بله دادی. گول مان و منال باباشو خوردین؟ گول ماشین زیر پاشو خوردین؟ اون یه بچه خوشگله که با بدبخت کردن جوانای مردم پول جمع کرده. اون شب تا دیر وقت توی مغازه بودم و گریه میکردم. شاهین خودش منو رسون در خونه مامانینا. بهم گفت گوشیمو درست میکنه و تحویلم میده. ازم خواست اگر اتفاقی افتاد خبرم کنه. وقتی مامان منو دید خیلی ترسیده بود. مجبور شدم ماجرا رو بهش بگم. وقتی بهش همه چیزو گفتم داغون که بود داغونترم شد. میخواست آخر شبی بره در خونه طاهر خانومینا، ولی من جلوشو گرفتم. من آدمی نبودم که بتونم تحمل کنم. درست عجله کردم، ولی باید خودم و دانیالو از این گرفتاری نجات میدادم. عصر که شد رفتم بیرون. حوصله‌ام خیلی سر رفته بود و توی خونه احساس خفگی میکردم. کمی توی خیابونا گشتم و رفتم در مغازه دانیالینا. بازم شاهین تنها بود. میدونستم گوشیم هنوز درست نشده، واسه همین ازش خواستم یه گوشی دیگه بهم بده. اونم بهم داد و خطمم انداخت روش. شماره خودش هم روی گوشیم ذخیره کرد و گفت لازمت میشه. رفتم تو پیامام. از وقتی خطم رو روشن کردم فقط پیامای تهدیدآمیز آوش واسم میومد. نوشته بود برگرد خونه، بچه بازی در نیار، داری اشتباه میکنی و 20 تا پیام دیگه. داشتم با گوشیم ور میرفتم که یه پیام دیگه اومد. اول فکر کردم از طرف آوشه، ولی از طرف شاهین بود. سلام خانم، حالت چطوره؟ میشه امشب شام با من بیای بیرون؟ یه چیز مهم میخوام بهت بگم. اصلا حوصله‌شو نداشتم، برای همین جوابشو ندادم. ولی وقتی دید جواب ندادم زنگ زد. انقدر زنگ زد تا بالاخره جواب دادم و راضیم کرد که باهاش برم. اونم چون گفت کار مهمی داره. وقتی رفتم دم در سارا و طاهر خانومو دیدم. اصلا حوصله حرف زدن با اونا رو نداشتم. با اومدن شاهین که ماشینشو سر کوچه نگه داشت خداحافظی ازشون کردم. سارا اینا هم شاهینو دیدن، نمیشناختنش و اون لحظه به خودم لعنت فرستادم که چرا گفتم بیاد سر کوچه. از اینکه یه وقت آوش بفهمه میترسیدم. نه به خاطر خودم، به خاطر خود شاهین. اون شب خیلی خوش گذشت. واقعا بهش نیاز داشتم. فردای اون شب سر و کله آوش پیدا شد. چهره عصبی آوش رو روبروم دیدم. همون جور که حد زده بودم طاهر خانومینا بهش گفته بودن. تا درو باز کردم به سمتم هجوم آورد و گفت اون سگ صفت کیه که باهاش رفتی بیرون عوضی؟ پس بگو خانم چرا وحشی شده؟ زیر سرت بلند شده؟ آره؟ از ترس چشمام گشاد شده بود. چی باید بهش میگفتم؟ مثل اونایی بودم که مچشونو گرفتن. یه لحظه به خودم تشر زدم که مهتاب از چی میترسی؟ مگه تو کاری کردی؟ کسی که خیانت کرده آوشه، نه تو. کسی که دروغ گفته اونه، نه تو. به خودم اومدم و چند قدم ازش فاصله گرفتم و گفتم بهتره بیای بریم و طلاق منو بدی. دیگه نمیخوام یه لحظه هم باهات زندگی کنم. مهری هم ازت نمیخوام. پولی که تو داری معلوم نیست از کجا اومد و از جیب چه جوون بدبختیه. نمیخوام پول جوونای بدبخت مردم بیاد تو زندگیم. با این حرفم جا خورد، ولی سعی داشت به خودش مسلط باشه. این بچه بازی‌ها چی از خودت در میاری؟ حالا دانیال یه چیزی داد، تو باید باور کنی. فکر کردی من میرفتم؟ دانیال مجرده، هر کاری دلش خواست میکنه. اون میخواسته سر به سرم بذاره که اونا رو فرستاده. مهتاب بچه نشو، برگرد خونه. نمیخوام زندگیمون خراب بشه. از این همه دروغی که راحت میتونه سرهم کنه خندم گرفته بود. از اینکه من این مدت با چه حقه بازی زندگی میکردم، با چه آشغالی زندگی میکردم خندم گرفته بود. با چشمای ریز شده نگاش کردم و گفتم میدونی بزرگترین اشتباه زندگی که انجام دادم ازدواج با تو بوده. یعنی بزرگترین اشتباه زندگیم تویی. وجود تو باعث شده شب راحت نخوابم. پشیمونم از اینکه با تو هم. از اینکه زنت شدم پشیمونم. باید میفهمیدم چرا انقدر عجله داشتی عروسی کنی. چون فوراً منو بردی توی خونت و کنارم خوابیدی. خاک بر سر من. بابای بدبخت من به خاطر تو و دانیال مرد. چجور آدمایی هستین شماها؟ ببین هیچی ازت نخواستم، ولی یه چیزی میخوام. از زندگیم برو، فقط برو. از چشماش میخوندم که ناراحت شده.
نمیدونم دلش واقعا به حالم سوخته بود یا نقشه هایی داشت، نمیدونم. ولی سرش رو پایین انداخت و گفت فردا میریم درخواست میدیم توافقی جدا بشیم. مهرم اگر خواستی بهت میدم، چون حقته، بالاخره یه مدت زنم بودی. مگه الان نباید خوشحال میشدم؟ از خوشحالی جیغ میزدم. چرا بدتر دلم گرفته بود؟ با صدای مامان سرمو بالا گرفتم و نگاهش کردم که گوشیمو جلوم گرفته بود و گفت کجایی دختر؟ کلی صدات کردم. گوشیت خودشو کشت، از بس زنگ خورد. ببین کیه، شاید کارت داره. با دیدن اسم نازنین روی صفحه گوشیم جابجا شدم و گلویی صاف کردم و به مامانم گفتم چیزه مامان، تو برو، دوستمه، من الان میام. شاهین بود. اسمشو خودم نازنین تغییر داده بودم که اگه زنگ زد کسی نبینه. آخه هر روز زنگ میزد و به هر بهانه‌ای منو کلافه میکرد. دوباره گوشیم زنگ خورد. این بار فوراً جواب دادم و گوشی رو دم گوشم گذاشتم. معلومه کجایی دختر؟ مردم و زنده شدم، چرا جواب نمیدی؟ اینقدر بدم میاد مهتاب، اینقدر بدم میاد دیر جواب میدی. میونه حرفش پریدم و گفتم چه خبرته؟ بچه که زدن نداره. ببخش دستم بند بود دیگه. به آسمون خیره شده بودم. واقعا براش مهم بود؟ اصلا چرا اینقدر براش مهم بود که چه بلایی سر من بیاد؟ چرا اون انقدر به من زنگ میزد؟ چرا دست از سرم بر نمی داشت؟ یعنی دلش واسم سوخته بود؟ حتما اونم گفته خب بدبخته، بذار یکم باهاش حرف بزنم حالش عوض بشه. با صدای الو گفتنش از فکر بیرون اومدم و گوشی رو به سمت گوشم چسبوندم. خوابت برد؟ کجا رفتی؟ همینجام. اتفاقا اومده بود پیشم. چند لحظه فقط صدای نفساشو شنیدم و بعدش گفت چیکارت داشت؟ خب به نظرت شوهر با زنش چیکار میتونه داشته باشه؟ تا این حرفو زدم گوشی رو قطع کرد. خیلی سردم شده بود، از جام بلند شدم و رفتم داخل. دانیالم پیدا شد. از اون روز تحویلش نمی گرفتم. خیلی باهاش سرد رفتار می کردم و دانیالم خیلی تو فکر بود. خیلی لاغر شده بود. می ترسیدم که آوش از روی دشمنی یه وقت معتادش نکرده باشه. نمیتونستم تو این حال و روز ببینمش. میدونستم اونم گول خورده، گول هوس‌بازیای آوش. بهش نگاه کردم. چقدر پای چشماش گود افتاده بود و سیاه شده بود. رفتم روی مبل نشستم. گوشیمو برداشتم که از طرف شاهین برام پیام اومده بود. مهتاب، من باید یه چیزی بهت بگم، ولی باید حتما ببینمت. این پسر دیوونه شده؟ ساعت 10 شبه. دوباره پیام اومد. ساعت 1 میام در خونتون، درو باز کن. اون موقع همه خوابن. اگه باز نکردی درو میزنم و گفته باشم. براش فرستادم مگه دیوونه شدی؟ انگار تو حالیت نیست من یه زن شوهر دارم ها؟ میخوای بلند شی بیای روبروی خونه آوشینا دیدن من که یه چیز مهم بهم بگی؟ اگه آوش خونشون باشه و ما رو ببینه چی؟ میدونی چی میشه؟ جفتمون رو میکشه. منتظر جوابش بودم که بنویسه نمیام، ولی با چیزی که نوشته بود دلهرم بیشتر شد. ساعت 1 در رو وا کن واسم. چند دقیقه به در خورد و از جا پریدم و فوراً در رو باز کردم. خودش بود. دستش رو گرفتم و کشیدمش تو و آروم در رو بستم. دیگه داشت اشکم در می اومد. اگر یکی دیده باشتش بدبخت می شدم. اونم منی که الان تو این شرایطم. جوری تیپ زده بود که انگار میخواست بره عروسی. از لبخندش هرسم گرفته بود. کلافه گفتم زود بگو چی کارم داشتی؟ برو تا کار دست جفتمون ندادی. چقدر میترسی تو مهتاب؟ بابا هیچ کس ندیده، الان همه خوابن، یکم آروم باش، الان پس میافتی دختر. انگار باید 100 بار بگم من یه زن شوهر دارم که الان با تو قرار دارم. میدونی معنی این حرف یعنی چی؟ نمیدونم چی شد و اصلا نفهمیدم که با قرار گرفتن لبای داغش رو لبام چشمام تا حد ممکن گشاد شدن و نفسم قطع شد. سرش رو عقب کشیدم و با پشت دست لبامو پاک کردم و سیلی محکمی توی صورتش زدم. با گریه گفتم ولم کن، عوضی خیلی پستی. پیش خودت فکر کردی من یه زن هرزم که دارم طلاق میگیرم و بذار یه حالی باهاش بکنم؟ بازومو تو دستش فشار داد و با صدای عصبی گفت خفه شو، چی داری میگی؟ من احمق دوستت دارم، من احمق عاشقتم. این حرفا و فکرا چیه؟ وقتی اسم اون آشغالو میاری دیوونه میشم. میدونی من از کی عاشقتم؟ از اون روزی که با مامانت اومده بودی دنبال دانیال. وقتی دیدمت دیوونه شدم. یادته؟ یه سال پیش بود. خواستم بیام خواستگاریت، منتها مامانم گفت خونه‌تو بخر تا بعد بریم. تا اومدیم خونمو بخرم دانیال گفت عقد آبجیمه. اون روز بدترین روز زندگیم بود. اینقدر که نابود شدم و برای اولین بار تا تو چشام عرق خوردم. وقتی شنیدم شوهرت با دانیال چی کار میکنه و چه عوضیه بیشتر داغون شدم. ولی وقتی تو اومدی تو مغازم و دستاتو گرفتم نظرم عوض شد. مهتاب نمیتونم بدون تو زندگی کنم. خواهش میکنم طلاقتو بگیر. اون به درد تو نمیخوره. قسم میخورم به جون مادرم خوشبختت میکنم. همه جوره پشتتم. الهی دورت بگردم. تو زندگی منی. این فکرها رو درباره من نکن. سرمو عقب بردم و بهت زده نگاش میکردم. مهتاب دوستت دارم. لطفاً کاری کن که به هم برسیم. به جون جفتمون قسم کاری میکنم که عاشقم بشی. فقط از اون مردی که طلاق بگیر و یه فرصت به من بده.
میدونم به همه چیز بی‌اعتمادی، ولی ازت خواهش میکنم به من فرصت بده. نمیدونم چرا منی که تازه ضربه خورده بودم حرفاشو باور کردم. از نگاهش چیزی خوندم که میگفت این پسر راست میگه. اصلا احساس گناه نمیکردم چون خیانت دیده بودم. درسته یه زن شوهردار بودم، ولی کسی که خیانت کرده بود آوش بود و حالا هم میخواستم که ازش جدا بشم. البته که من اونو شوهر حساب نمیکردم. تموم ترسام به خاطر این بود که یه وقت توی طلاقم مشکلی پیش نیاد. ساعت 3 بود که رفت و من آروم رفتم توی اتاقم و تا صبح چشم روی هم نذاشتم. خیلی فکر کردم به حرفای شاهین. حق با اون بود. منم مثل بقیه حق زندگی داشتم. درست مثل آوش که به فکر زندگی و خوشگذرونیش بود. من که سنی نداشتم. نمیتونستم خودم رو به خاطر اون نابود کنم. فردای اون روز با اینکه خیلی خوابم میومد بلند شدم و با آوش زنگ زدم و با هم رفتیم دادگاه. تقاضای طلاق توافقی دادیم. طاهر خانم اینا همشون گاهی می اومدن و ازم میخواستن که برگردم. سارا هم خیلی با هم حرف میزد. یه چیزی تازه یادم افتاده بود و اینم این بود که چرا سارا شب خواستگاری نیومد. همینو ازش پرسیدم، ولی نمیدونم چرا میخواست منو بپیچونه و درست حسابی جوابمو نداد. یه روز دانیال اومد پیشم و گفت میخوام باهات حرف بزنم. خیال کردم اونم میخواد بگه که برو سر زندگیت. یه جورایی نمیخواستم باهاش حرف بزنم، ولی ازم خواهش کرد که به حرفاش گوش کنم. منم قبول کردم. اون روز بهم چیزایی گفت که باورم نمیشد. فهمیدم چقدر عجول بودم و چقدر قضاوت بیجا کردم. دانیال مدتی بوده که با آوش شک داشته. یعنی وقتی یه روز یکی از رفیقای دانیال آوش رو با دانیال میبینه، شبش میره سراغ دانیال، ازش میپرسه چرا با این پسر میچرخه. دانیال شک میکنه و میگه دامادمونه. رفیقش میگه که آوش مواد فروشه و همه چیزو براش تعریف میکنه. دانیال انقدر عصبی میشه که میخواسته همون موقع بیاد و حساب آوش رو برسه، ولی شاهین که کنارشون بوده نمیذاره. رفیقش یه پیشنهاد دیگه به دانیال میده. اون هم این بوده که با آوش نزدیک بشه تا بتونه مدرک جمع کنه و کاری کنه که راحت منو طلاقم بده. برای همین دانیال با آوش نزدیک میشه، انقدر که باهاش میشینه به مشروب خوردن، حتی باهاش میره دنبال زنای هرزه. دانیال میگفت وقتی با زنا میرفتن توی اتاق خیلی خودشو کنترل میکرده که همونجا خونش رو نریزه، ولی کلی ازش عکس گرفته بوده. یه روزم بابا با یه دختر میبینتشون و به بابا همه چیزو توضیح میده که بابا سکته میکنه و میمیره. اون شب که من عکس‌ها رو دیده بودم قرار بوده که آوشو بکشونه تو خونه و یه کاری دستش بده، ولی از شانسش من به جای آوش عکسو باز کرده بودم. دانیال حرف میزد و من اشک میریختم. از این همه سادگیم به خاطر مرگ بابام، به خاطر عجول بودنم. دانیال ازم خواست که مهرمو بذارم اجرا و حسابشو برسم با همون مدارکی که ازش داشت، ولی من نمیخواستم دیگه یه ثانیه هم اسم آوش توی شناسنامه‌ام باشه. برای همین بهش گفتم بذاره طلاق توافقی بگیرم. حالا حس میکردم پشتم به کوه، یه پشتیبان محکم دارم. روزها میگذشت و حال من از وقتی فهمیده بودم که دانیال به من خیانت نکرده بهتر شده بود. انقدر که خیلی باهاش صمیمی شده بودم. شاهین به دانیال گفته بود که منو دوست داره و با هم در ارتباطیم. اولش عصبانی شد، ولی بعدش بهم گفت اگه همو دوست دارید منم راضیم با هم باشید، به شرط ازدواج. حالا دانیال از رابطمون خبر داشت و گاهی با خود دانیال میرفتم سر قرار با شاهین، چون میگفت اگه آوش ببینه برات مشکل درست میکنه، اگر من باهات باشم خیلی فرق میکنه. هر روز از آوش دورتر میشدم و به شاهین نزدیکتر. اینقدر با هم خوب رفتار میکرد و پسر خوبی بود که عاشقش شده بودم. من یه زن شوهردار بودم که عاشق یکی دیگه بودم. حتی حلقه ازدواجمونم شاهین خریده بود. برعکس خیلی زنا که میخواستن طلاق بگیرن افسرده میشدن، من لحظه شماری میکردم برای جداییم از آوش که خیلی زود به شاهین برسم. چند باری دادگاه فرستادمون مشاوره و از من آزمایش بارداری گرفتن. روز طلاقمون رسید و با دانیال و مامان رفتیم محضر. آوشم همراه پدرش اومده بود. خوبیش این بود که خانواده‌اش حقو به من میدادن و نمیدونم راست یا دروغ. میگفتن ما از کارهای آوش خبر نداشتیم. اون روز بعد از خوندن صیغه طلاق و امضا کردن دفتر یه نفس راحت کشیدم و با دانیال و مامان شاهین رفتیم یه رستوران. اون روز مامان ماجرای من و شاهین رو فهمید و کلی خوشحال شد، چون شاهین رو میشناخت و خیلی دوستش داشت. شاهین انقدر خوشحال بود که از ذوق نمیدونست چیکار کنه. فقط دانیال رو میبوسید و ما رو میخندود. شاهین با مادرش صحبت کرده بود و همراه مادرش اومدن خواستگاری. تک فرزند بود و پدرش رو سالها پیش از دست داده بود. مادرش زن خیلی مهربونی بود. از اینکه بابام نبود خیلی ناراحت بودم. ای کاش بود و این روزای خوبمون رو میدید. فرداش رفتیم آزمایش خون و وقت محضر گرفتیم. 5 نفری رفتیم محضر و من و شاهین عقد کردیم. شاهین ازم خواست کنار مادرش زندگی کنیم چون تنها بود و منم قبول کردم. رفتیم خونه شاهینینا برای زندگیمون. شاهین خودش خونه داشت ولی مادرش تنها بود و منم دلم نمی اومد که اون زن تنها باشه. دانیال خونه پدریمون رو فروخت و کنار ما یه خونه خرید که کلی از محله خودمون دور بود.
نیاز نبود چشممون تو چشم آوشینا باشه. مامانم آرایشگاهشو جمع کرد و دیگه کار نکرد. یعنی دانیال نذاشت که کار کنه. دانیال با دختر خاله شاهین ازدواج کرد و اونم خوشبخت شد و من همیشه دعام همراهشه که از اون زندگی و اون مرد نجاتم داد. چند سال از زندگیم با شاهین میگذره. درسته با وجود آوش خیلی سختی کشیدم، ولی شاهین به قولش عمل کرد و خوشبختم کرد. حاصل ازدواجمون یه دختره که عشق بینمون و خوشبختیمون رو چند برابر کرده و من هر روز خدا رو شکر میکنم به خاطر خوشبختی. امیدوارم از سرگذشتم لذت برده باشید. بعد از هر بار شکست خودتون رو نبازید. سعی کنید از صفر شروع کنید و گذشته‌تون رو برای خودتون به بهترین نحو جبران کنید. چون همه ما حق زندگی کردن و خوشبخت شدن داریم. مرسی از اینکه کانال روایت زندگی تو رو برای شنیدن داستانتون انتخاب کردید. منتظر شنیدن داستانه جذاب بعدیمون باشید و مرسی از اینکه مثل همیشه کانال خودتون رو حمایت میکنید.